تا حالا به این فکر کردی که غذای توی بشقابت چند لحظه پیش چه حسی داشته؟ در این ویدیو از کانال دنیاگرد پا روی خط قرمزهای آشپزی میذاریم، جایی که مرز بین لذت و رنج گم میشه. امروز سراغ غذاهایی میریم که سرو کردنشون در خیلی از نقاط دنیا ممنوعه، اما در جاهای دیگه نماد ثروت و قدرته. از خرچنگ‌هایی که زنده پخته میشن تا ماهی‌هایی که موقع سرو شدن هنوز به شما نگاه میکنن. این ویدیو فقط درباره غذا نیست، درباره تاریک‌ترین زوایای طعم هاست. اما هشداری که تیم دنیاگرد به شما میده این هستش که ممکنه این ویدیو برای همه مناسب نباشه. آنچه در این ویدیو خواهید دید مستند کوتاهی هستش به عجیبترین و بحث برانگیزترین عادات غذایی جهان. ما قضاوت نمی کنیم، فقط نشون میدیم. چرا سرآشپزهای معروف اصرار دارن خرچنگ باید زنده در آب جوش انداخته بشه؟ و آیا صدای برخورد خرچنگ با دیواره قابلمه واکنش عصبی است یا فریاد درد؟ ایکیزوکوری، هنر خوردن ماهی زنده در ژاپن. جایی که مهارت سرآشپز در اینه که ماهی رو فیله کنه بدون اینکه ماهی بمیره. جایی که مشتری تکه های بدن ماهی رو میخوره در حالی که چشم های ماهی و آبشش های ماهی هنوز حرکت میکنه و قلبش میتپه. مرز باریک بین فرهنگ غنی و شکنجه حیوانات کجاست؟ اما بحث برانگیزترین قسمت ماجرا، خوردن مغز میمون در حالی که خود میمون هنوز زنده است و باور بر این که خوردن مغز میمون چون موجودی باهوش هستش هوش و قدرت برای انسان میاره. نمادی از قدرت طلبی انسان. اما چرا انسان ها از رنج لذت میبرن؟ روانشناسا 3 دلیل رو برای این موضوع عنوان کردن. اولین دلیلش این هستش که انسان دوست داره نشون بده که در رأس زنجیره غذاییه. دومین دلیل این هستش که ما یاد گرفتیم که گوشت رو از حیوان جدا کنیم. وقتی غذای زنده میخوریم این پرده پاره میشه و برای همینه که شوکه میشیم. و سومین دلیل هم باورهای خرافی هستش که در مورد خوردن قلب یا مغز زنده وجود داره. انسان فکر میکنه که اگر قلب یا مغز موجود زنده رو در حالی که زنده هستش بخوره نیروی اون حیوان بهش منتقل میشه. اما حرف آخر، هدف از تهیه این ویدیو این نبود که گیاهخوار بشید یا دیگه غذا نخورید. هدف این بود که آگاهانه غذا بخورید. بدونید که این بشقاب غذا یک زمانی نفس میکشیده. احترام به غذا، احترام به حیاته. از شما دعوت میشه تا به خانواده دنیاگرد بپیوندید. دعوت از شما برای همراهی در سفرهای آینده. اگر به دنبال دیدن واقعی ترین چهره دنیا هستید بدون سانسور و روتوش، کانال دنیاگرد جای شماست.